3 بازیکن هم در تیم منتخب آسیا داشتن، شجاع خلیزاده، دانیال اسماعیلی فر و لوشکیا. نشون دهنده اینه که هم فوق العاده خوب بود، دو دبل کرد دیگه. آقا میگم یه جوری هواداره تراکتور میگن که جای آلوز رو پر کرد، اما از نگاه شما به عنوان کارشناس تونسته جای آلوز رو پر کنی یا نه؟ تو اولین بازیش دبل کرد. دو تا مورد در مورد آلوز. اولین مطلب این که وقتی از تراکتور رفت همه ما فکر می‌کردیم یه فضایی به وجود بیاد که اونجا اصلا نشه پرشه، اما این بار کیفیت بالای آلوز و بازیکنایی که اومدن پخش کردن الان تیمشون شد ستاره دیگه، تک ستاره نداره، یعنی 11 ستاره با هم میرن تو زمین و نه اصلا نبودش اصلا به چشم نیامد. چه بسا در سال گذشته یه بخشی از دوندگی آلوز و خط هافک بهش فشار میومد، الان همه فکر میکنم اوریجشون تو این بازی، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دروازه‌بان رو بذاریم کنار، فکر میکنم نزدیک به 100 کیلومتر دویدن. فکر میکنم وقتی میخوای 5 تا به شارجه اماراتی که تیم پارسال قهرمان شده تو لیگ سطح 2 و یکی از تیم‌های الان درسته تو لیگشون هنوز مدعی نیست اما نمایندهشون در لیگ نخبگانه. و نکته دوم در مورد آلوز اینه که یه گله‌ای که بهش وارده و توقع بود سپاهان یه گوشزدی بهش بکنه، اینه که در مصاحبهش بعد از سالها زحمتی که تراکتور براش کشید اومد بیرون و هفته پیش در مورد امکانات تراکتور و مجموعه تراکتور اظهار نظر منفی کرد و خدمتتون عرض کنم که پس اگر بعد از 2-3 سال در سپاهان بازی کردن تیم دیگه هم بره، آیا همین بلا رو هم تو گفتارش سر سپاهان میاره؟ به نظرم یه مقدار حرفه‌ای نبود. من موافقم، اما ببینید ما تا زمانی ما باشگاهامون باید به بازیکن‌ها مشاوره بدن، درس بدن. همون روزی که مصاحبه کرد صداش میکردن پس فردا از ما هم جدا بشی میخوای بری این حرفو بزنی. و من حالا چرا اینو میگم، هم سپاهان یکی از بهترین تیم‌های لیگ ماست، میدونید به لحاظ سخت افزاری نرم افزاری جزو بهترین است. همین که تراکتور در سال 1394 خدمتتون عرض کنم 94 95 مالک خصوصی براش اومده. همین مالک اگر ثروتی که تو این مسیر 10 ساله به خرج کرد میبرد فقط شمال ما زمین میخرید پولش 20 برابر 50 برابر میشد، با این تاثیر ارزی که در جامعهمون است و نرخ ارزی که بالا میره. پس خسته نباشید و دست شما درد نکنه. بهترین کلامیه که بازیکن از یه باشگاه جدا میشه، هر چی هم که اگر بین رفت آمده هر اتفاقی افتاده مخصوص برای بازیکن تو اصول حرفه‌ای نباید در مورد مجموعه و مالک و هوادار حرف بزنه، چون این شایبه رو به وجود میاره پس فردا اما تو سپاهانم جدا بشی میخوای همین حرفو بزنی. یه مقدار به نظر من باید یه مقدار توجیه بشه. نه این همه بازیکن‌ها چه خارجی چه داخلی از جایی جابجا میشید میرید جای دیگه ممنون دار باشید، اینو قصد باشید، حرف درستی باشید. من میخوام در اتفاقا به باشگاهی هم رفته که اون باشگاه واقعا باشگاه بسیار خوبیه، از باشگاه بسیار خوبی به باشگاه بسیار خوب رفته. من این نکته رو بگم خدمت شما، من دیدم دیگه و شنیدم. من الان مجری این برنامه هستم، اگر به هر دلیلی یه روزی نباشم برم تازه شروع میکنم آقا اونجا این اتفاق میافتاد، آقا اونجا. اگر واقعا احساس میکنم میتونم کمک کنم همون موقعی که روی این صندلی نشستم باید بگم. اگر دلسوز هستم، اگر احساس میکنم یه چیزی رو میبینم که نباید این اتفاق بیفته، همون موقع باید تذکر. این که برم بعدش بشینم بگم این از نظر حرفه‌ای احساس کردم باشگاه حرفه‌ای نیست، هم روزی قرارداد بستی اونجا نشون میده که جرأت داری، وجود داری. آقا این باشگاهتون این ایرادا رو داره، من نمیخوام بمونم. با سادی استفاده کردی، منافع مالی تو بعد رفتی حالا داری کم لطفی. حرف درستی، حرفه‌ای نیست. عرض به خدمت شما که تو ماجرای سپاهان هم این هفته یه حاشیه روی نیمکت سید حسین حسینی پیرامونش به وجود اومد و تو این بازی مقابل آحال هم خب آقای محرمی نوید که نظرش بود که فیکس بذاره. به نظر شما عنوان کارشناس کاملا کار سید حسین حسینی آماتور بوده، کاملا کار آماتوری. شما احترام سید حسین سید اولاد پیغمبر واجبه، ولی وقتی از تیم ما در مورد رفتارش صحبت می‌کنیم، شخصیت حقوقیش بسیار پسر خوبیه، بله. بسیار پسر خوب و قابل احترامی، اما این کارشو اصلا خود منم در مورد سید نمیپسندم. شما در باشگاه استقلال 10 سال 12 سال زحمت کشیدی، کاپیتان این تیم بودی، قهرمانی‌های مختلف داشتی، از این تیم رفتی. به چه تیمی رفتی؟ حالا با تمام احترام به همه جدول لیگ برتر، به یه تیمی رفتی که خودش مدعی قهرمانی لیگ برتر
در ادوار گذشته بوده، نایب قهرمان آسیا بوده و این اصلا پسندیده نیست. حتی اگر ما بگیم سدوسن که قطعا اینجوریه، بی نهایت تیم سابقش رو دوست داره، اما امروز پیرن و تیشرت مردم اصفهان یعنی سپاهانو به تن داریم، تیمی که خودش یکی از تیم‌های قابل احترام در آسیا و ایرانه و این کار که بازی استقلال رو ببینی، حتی اگر بیش از حد هم به استقلال علاقه داری، بسیار کار آماتوری بوده و میتونی ضبط کنی بعداً بری بله خونه اصلا ببینی. بری خونه نگاه کنی. و حالا برای من مثل امیرم میمونه، چون من سال 1392 90 یا 91 که ما اون سال بازیکنای ملی امیدمون آقای توتونچی خودمون با باشگاه ها صحبت میکردیم آقا این ستاره شما بگیرید، این ستاره شما بگیرید که مبادا بازیکنامون بیرون بمونه. نسل محسن مسلمان که کاپیتان ما بود و این بازیکن، ما 2 تا بازیکن، آقای سعید آذری اومد برای ذوبان خودش رو برد، 2 تا 5 6 تا تو نفت داشتیم، 3 4 تا تو پرسپولیس داشتیم، 1 2 تا 3 تا هم تو استقلال داشتیم. یکی از اون کسایی بود که رفت استقلال و دوره بعدم که من سرمربی شدم خودم آوردمش. عین امیرم دوستش دارم و کارش اشتباه بوده. اینکه محرم نوید که بازی بعد بهت شانس میده، خیلی بهت احترام گذاشته و این نشون میده که محرم نویدکیا فی نفسه از روی برای خودش تصمیم نگرفته، برای منافع باشگاه و گذاشتش. حالا دقیقاً این روزها خیلی از جوان‌ها درگیر این فضا بشن، مثلا یه وقتی تو ترکیب نباشن یه رفتاری از خودشون به نمایش بذارن. کاری که امروز فوروارد پرسپولیس کرده بیفوما، وقتی احساس کرده که باشگاه پشت وحید هاشمیان نیست و وحید هاشمیان ممکنه عوض بشه، تو ترکیب 11 تا نبوده، اینجوری که من شنیدم، گفتم من مصدومم. بله درست مصدومم. و میخوام ببینم واکنشات چه جوری باید باشه، یعنی اینکه حمایت باشگاه از سرمربی، رفتار سرمربی با اون بازیکنی که اینجوری تخلف میکنه، فرمانده یک باشگاه سرمربیشه تحت لقای هیئت مدیره و رئیس باشگاه. چارچوب فکری و استراتژی باشگاه رو مدیر عامل از هیئت مدیره میگیره و میاره به سرمربی انتقال میده. اینکه بازیکن این نوع برخورداری مثلا مثل فوروارد پرسپولیس داشته باشه، آقا وحید چه بمونه چه نمونه، باید با اون بازیکن برخورد بسیار خشکی بشه و درس عبرتی بشه که آقا باشگاه 40 میلیون 30 میلیون هوادار داره. امروز شاید یه دفعه گل میخورد دقیقه 90 و دقیقه 80 گل میخورد مساوی میشد. لحظه به لحظه شما وظیفت حرفه‌ای بودنه. امروز اگر خب نه، این جمله حرفه‌ای بودن رو در مورد بیفوما حداقل از زمانی که اومده پرسپولیس رو نمیتونیم به کار ببریم، چون روزی که آقای فرشاد پیوس همینجا رو صندلی دیگری نشسته بودن، ما در مورد بازیکن خارجی صحبت کردیم که سبک زندگیش آقا فرشاد گفتن دیگه 2 بامداد 3 بامداد، چارچوب حرفه‌ای مال کسی که در شب میگیره دیسیپلین باشگاه اگر عقب نشینی نداشته باشه، بازیکن مجبور تمکین کنه و مطابقت کنه با تفکرات. بهترین تصمیم چیه الان؟ مثلا بهترین در مورد تصمیم بیفوما مشخصا نه، بازیکن هایی که این رفتارها رو دارن وقتی که ترکیب نیستن واکنش این مدلی دارن. بهترین تصمیم اینه که تیم‌ها چون همه هوادار دارن، بازیکن و هوادار رو از بازی کردن محروم نکنید، به هوادار لطمه نزنید، اما جریمه مالی. حالا باشگاهایی که از نظر مالی مثلا اونجوری عجیب و غریب نیستن چی؟ بازیکنایی که نه، همه باشگاه، ببین آقای توتونچی شما سرمربی هستی، همه باشگاه به اندازه وسعشون به اون بازیکن پول میدن، اون بازیکن رو همون مبلغ کم یا زیاد سرمایه گذاری میکنه. اگر میخواد چارچوب باشگاه رو رعایت نکنه، پس باید تنبیه هم بشه، 1 2 تا پنالتی هم به باشگاه بده، یعنی کارت قرمز از باشگاه میگیره. شما اگه با چارچوب باشگاه نتونی دیسیپلینش هماهنگ بشی، تبعات داره. اینطور نیست که اگر یه بازیکن خاصی باشی بتونی به برای باشگاه تصمیم بگیری یا شکل شمایل عجیبی. این نشون میده که این جایگاه وحید که ذره آقا وحید یه مقدار جایگاهش متزلزل شد در مطبوعات و اتفاقاتی که افتاد که حالا به موقعش به بحثش میرسیم. حتما مفصل در مورد پرسپولیس صحبت می‌کنیم. این درجا با توجه به اینکه بازیکنای ما زیاد حرفه‌ای نیستن و زود این حرفه‌ای نبودنشون انتقال میدن به بازیکن خارجی، بی انضباطی فکریشون رو به بازیکن انتقال میدن، بازیکن کار ازش سر میزنه. اما اگر این بازیکن، مثال دارم میگم، از بازیکن کروات سر زد تا پایان فصل، به هیچ عنوان، چون چارچوبو میدونه، بازیکن ملی کشورشه، میذارنش بیرون چون میدونه وقتی خوب بازی کنی تو ایران میتونی پول بیشتری بگیری. بله.
واسه تو ترکیب باشی دیده بله بشی. کشور ما هم شما با $100,000 میای 10 تا بازی خوب میکنی، سال بعد استقلال پرسپولیس تراکتور سپاهان شما رو مثلا به جای $100,000 1 میلیون نه 100,000. لیگ های خاشنشین بله. خلیج فارس 3-4 برابرش. بهترین ویترین دیگه. ویترین حوزه خلیج فارس کشور ماست. بعدش میشه عراق که ازش بازیکن‌ها اول از کشور ما میبرن و به نظر من با این مدل بازیکن‌ها باید برخورد بشه. برخورد. پس موافقه برخورد مالی. مالی. برخورد ما. ما هوادار از بازی کردن و استفاده کردن از بازیکن برای اینکه بازیکنی گرفتیم ازش نهایت استفاده رو ببریم، محروم نکنن، اما تنبیه مالی براش در نظر بگیرن. یکی دو روز پیش یه خبری اومد بیرون که علیرضا بیرانوند سرباز میشود و دیگه شرایط عرض به خدمت شما استفاده از معافیت تحصیلی رو ندارد. حالا چرا این موضوع برای ما از درجه اهمیت بالایی برخورداره؟ چرا؟ به خاطر اینکه علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمون هست در آستانه جام جهانی و به همین خاطر در مورد آخرین وضعیت سربازی آقای علیرضا بیرانوند با جناب آقای زاهدی معاون محترم سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا ارتباط تلفنی برقرار کردیم که ازشون 2-3 تا سوال بپرسیم و ایشون توضیحاتی بدن که خیال همه راحت بشه. سلام، وقتتون بخیر آقای زاهدی. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم. در خدمت شما هستم. زنده باشید. عرض کردم معاون محترم سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا. ما دیگه در خصوص موارد این مدلی آقای زاهدی باید مصدق اوقات شما بشیم. خواهش می‌کنم. ما در خدمتتون هستیم. زنده باشید. آقا از شرایط نظام وظیفه و سربازی علیرضا بیرانوند شما مطلع هستین؟ چه جوری اوضاع؟ خدمت شما و بینندگان محترمتون باید عرض بکنم خب سازمان وظیفه عمومی در حوزه رسیدگی و تعیین تکلیف مشمولان عزیز در تمامی حوزه ها به یک شیوه خاصی رفتار میکنه و برابر قوانین مقرر. عزیزان حالا فوتبالیست و ورزشکاران محترم هم از این موضوع مستثنا نیستند و عملاً سازمان مقررات مربوطه رو در خصوص این عزیزان هم اجرا میکنه. بله. در خصوص عزیزانی که از معافیت تحصیلی برخوردار هستن، این عزیزان میتونن تا زمانی که معافیت تحصیلی دارن و در مقاطع مختلف تحصیلی در حال تحصیل هستن، حالا بحث دانش آموزی و دانشجویی، میتونن از مجوزهای فعالیت ورزشی برخوردار بشن. به همین ترتیب هم سازمان مجوزهای ورزشی رو صادر میکنه و با ارتباط خوبی که بین سازمان با وزارت ورزش و فدراسیون‌های مربوطه هست این تبادل اطلاعات انجام میشه و مجوزها صادر میشه و عزیزان فعالیت ورزشی خودشون رو انجام میدن. بله. بر این مبنا معمولا در سازمان هست که اطلاعات مربوط به مشمولان رو و ورزشکاران رو خیلی رسانه‌ای نمی‌کنه و اجازه میدین عزیزان بر اساس ضوابط مقرر به وضعیتشون رسیدگی بشه. دوستان عزیزی که در ارتباط با سازمان بودن قطعاً به این موضوع معترف هستن، ورزشکاران عزیز، که ما سعی می‌کنیم که اطلاعات این عزیزان حالا به اون شیوه محرمانه که هست برای ما باقی مونه، مگر در مواردی که نیاز هست تا حدودی اطلاع رسانی بشه، شفاف‌سازی بشه. بله. خدمت شما در خصوص جناب آقای بیرانوند همین موضوع هست. یعنی این عزیزان در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستن. من میتونم یه نقطه اینجا بذارم، جسارت میکنم یه بیانیه خود آقای بیرانوند اگر آقا سجادی رو بندازیم بیشتر از یک دقیقه، خب به شکل یه توضیح خیلی مفصلی من در حد یکی دو خطشو بخونم. بیشتر از یک دقیقه که با افتخار سرباز تیم ملی هستم و با تمام وجود لباس مقدس ایران رو پوشیدم. هر وقت هم قانون بگوید با افتخار به خدمت سربازی میروم، چون بی قانونی را بلد نیستم، من نخواهم بود. یه ذره میام پایینتر اشاره کرده که کلام آخر: در حال حاضر بنده دانشجوی کارشناسی ارشد واحد خرم‌آباد هستم و در حال دفاع از پایان نامه خود می باشم و فعلا به خاطر مهلت دفاع از پایان نامه افتخار پوشیدن لباس مقدس سربازی رو ندارم. این در حال دفاع هم جمله عجیبیه. یعنی من تو ادبیات چون دفاع یه روزه دیگه، یعنی شما حالا یه روزم نه، مثلا باید بگیم که در حال آماده کردن پایان نامه هستم آیه بیرانوند، و اینکه کلا شما میری اونجا یه جلسه تشکیل میشه، شما از 24 ساعت چند ساعت اونجا فرصت داری دفاع کنی.
آدما 6 ماه که دفاع نمیکنن از پایان نامه. برچه شما یه توضیح بدید. حالا من اینو خوندم که مردم در جریان جزئیات قرار بگیرن. جان ببینید بفرمایید شما. سنواتی رو داریم برای ادامه تحصیل عزیزان. ماده 33 قانون هست که عزیزان میتونن رجوع بکنن. در ماده 33 کاملا توضیح داده شده. ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص معافیت تحصیلی یک سنوات مجازی رو برای مقاطع مختلف اشاره کرده که حالا برای کاردانی چقدر، کارشناسی ارشد 3 سال کارشناسی، 5 ساله کارشناسی ارشد ناپیوسته، 3 سال سنوات تحصیلی دارن. یعنی در 3 سال این عزیزان باید واحدهای مربوطه و حالا اون بخشی که در حوزه پایان نامه هست و دفاع از اون رو انجام بدن. البته قانونگذار برای افرادی که نتونن در طول حالا اون 3 سالی که دارن تحصیل میکنن به قول معروف به اتمام برسونن تحصیلشونو، در تبصره همین ماده 33 که خدمتتون عرض میکنم 2 ترم رو تحت عنوان سنوات ارفاقی، یعنی 1 سال رو به این موضوع برای رفاه حال مشمولان اضافه کرده که فرق نمیکنه برای عزیزان که به ارشد باشن، دکترا باشن یا کارشناسی باشن. 1 سال رو با تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه سازمان وظیفه عمومی این مهلت رو در نظر میگیره تحت عنوان سنوات مازاد، یعنی سنوات ارفاقی علاوه بر اون 3 سال. جناب آقای بیرانوند از این 1 سال هم برخوردار شدن و متاسفانه حالا چیز طبق اظهاراتشون نتونستن، یعنی سنوات ارفاقیشون رو هم پر کردن، 3 شده 4. بله. حالا بر اساس باز مقررات ما افرادی که ماده 13 آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی است، افرادی که در این سنواتی که خدمتتون عرض کردم اون 3 سال و 1 سال ارفاقی نتونن فارغ التحصیل بشن، عملاً دیگه در پروسه معرفی قرار میگیرن و اون از اون 1 سال مهلت معرفی برای تعیین تکلیف خدمتی که بحث اعزام به خدمت، معافیت و سایر موارد هست قرار میگیرن، حالا چه فارغ التحصیل شده باشن چه نشده باشن. یعنی 1 سال مهلت معرفی دارن تا به خدمت سربازی اعزام بشن یا از معافیت‌های دیگه برخوردار بشن. البته در این 1 سال امکان فارغ التحصیلی این عزیزان اگر خدا نکرده هنوز باقی مونده باشه وجود داره. یعنی میتونن درس بخونن. بله. ولی دیگه دکترا نمیتونن بخونن و مدرکشون رو بگیرن. اما نکته ارزم همین بود که میتونن درس بخونن تا مدرکشون رو بگیرن ولی دیگه نمیتونن دکترا بخونن. احسن. چون سقف آرزو ظاهرا دکترا بود. عرض میکنم خدمتتون این ماده قانونی اجازه فارغ التحصیلی رو به این عزیزان میده، یعنی اجازه دارن مثلا مدرکشون رو دریافت بکنن. اما متاسفانه این عزیزان به واسطه اینکه در مهلت معرفی فارغ التحصیل شدن، فرقی هم نمیکنه چه مقطعی، در مقطع بالاتر نمیتونن ادامه تحصیل بدن. یعنی اگر کسی در دوره کارشناسی از این سنوات استفاده کرده باشه ارشد نمیتونه بخونه. متوجه. یعنی الان آقای بیرانوند در مهلت معرفی هستن آقای زاهدی دیگه؟ جانتون میبره. یعنی الان با توضیحات شما آقای بیرانوند در مهلت معرفی هستن دیگه؟ بله. این عزیزمون از 1/7 یعنی مجوز مهلت معرفی رو گرفتن آقای بیرانوند. بله. با پیگیری که سازمان انجام داد و حالا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد هم پیگیری کرد، این درخواست رو از سازمان دوستان دانشگاه دادن که آقای بیرانوند در مهلت معرفی اون بحث دفاعشون از پایان نامه، حالا مراحلی که باید در اون ترم مربوطه لحاظ بشه رو انجام بدن و سازمان هم موافقت کرد با فارغ التحصیلیشون. اما اینی که بخوان مقطع بالاتر تحصیل این چیز عجیبی نیست. بقیه دانشجوها میخوام بگم یعنی اصلا نیازی به چیز خاصی نداره. ایشون یا سایر موارد کاملا همون نکته که آقای بیرانوند گفتن قانونی همچین درخواستی رو دارن انجام. خب ایشون در مهلت معرفی فارغ التحصیل میشن ولی متاسفانه نمیتونن مقطع بالاتر تحصیل کنن. البته سازمان قبلا یعنی 1405 با توضیحات شما قطعا آقای عزیز بیرانوند سربازن. بله. حالا اگر شرایط معافیت دیگه‌ای براشون لحاظ بشه که مقررات خاص خودشو داره، اما
از لحاظ بحث معافیت ما تحصیلی به نظر میاد با نکته‌ای که شما گفتین سال آینده در مورد کف پای صاف آقای بیرانوند داریم اینجا با شما صحبت. حالا دیگه شما که آقای مختار معاف هستید، میشن هر یا نه؟ سوالی رو از ما بکنید ولی ما متناسب با قانون خدمتتون جوابشو عرض میکنیم. عرض کردم خدمتتون ما باید سال آینده نمیتونن تحصیل بکنن و به حضور شما این موضوع قبلا هم خدمت ایشون توسط همکاران من توضیح داده شده که به چه شکل باید رفتار بکنن. خب ما افرادی که تو شرایط خاصی هستند و حالا اصحاب رسانه هم به دنبال موضوعاتشون هستن سعی میکنیم راهنمایی لازم رو خدمت این عزیزان عرض بکنیم که خدای نکرده با جهل به قانون گرفتار موضوعی نشن. یعنی تمامی موارد خدمتشون توضیح داده شده. حالا این عزیزمون میتونن در این دوران مهلت محرفی هم از مجوز فعالیت ورزشی برخوردار بشن. 6 ماه هست دیگه میرن نظام وظیفه و میگیرن. بله. مجوز فعالیت ورزشی بگیرن و در این مدت مهلت معرفیشون انشالله از حالا فعالیت ورزشیشون هم بی بهره نباشن. اما عرض میکنم مجددا هم خدمت هم ایشون هم سایر مشمولان که ورزشکار هستن در این شرایط قرار دارن تاکید میکنن که حتما با علم به قانون برنامه‌ریزی کامل رو داشته باشن برای دوران مشمولیتشون و حالا بحث معافیت هاشون و حالا گرفتار راهنمایی های غلط نشن. ما در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم و ممنون. من فقط این نکته رو به هواداری تراکتور بگم که تا شهریور آینده عزیزا بیرانوند پس سرباز نخواهد بود. درسته آقای زاهدی؟ بله. ببینید این 1 سال مهلت معرفی هست. ممکنه فردی از این مهلت بخواد استفاده بکنه، ممکنه فردی نخواد استفاده کنه. یعنی 1 سال اجازه داده شده فرد تصمیم گیری کنه میخواد به خدمت اعزام بشه، تنظیم بکنه تاریخ اعزام به خدمتش رو یا درخواست معافیتش رو و تعیین تکلیف بکنه. البته با شناختی که ما از آقای بیرانوند داریم آقای زاهدی احتمالاً میخواد استفاده کنه. جان؟ میگم جانتون بی‌بلا با شناختی که ما از آقای بیرانوند داریم قطعا میخواد استفاده کنه. انشالله که حالا ما آرزوی یعنی تا تهش حسن استفاده رو کنه. و البته که خیلی ممنونم از اینکه فرصت دادید و وقت گذاشتید و در برنامه خودتون شبای فوتبالی حضور پیدا کردید. حالا حضور که میگن صداتون من تشکر میکنم از شما و همکارانتون و شما رو به خدا میسپارم. آقای منصوریان باورتون نمیشد نه مثلا تو برنامه تخصصی فوتبالی مثلا نظام وظیفه ارتباط بگیریم و به آقای بیرانوند شاگرد شما این مامان چیکار کرده؟ بالاخره همه ورزشکارا میخوان نهایت استفاده رو از دوران حرفه‌ایشون داشته باشن و نهایت استفاده رو مثال ترجیح علیرضا بیرانوند یا مثل علیرضا بیرانوند در تیمیه که داره الان بازی میکنه، به منافع مالی خوب میرسه، برنامه راحت‌تر و بهتری داره. ان شاءالله که یه قانونی گذاشته بشه که بازیکن‌ها حالا این فرصت رو به یک مقطع بالاتر هم بدن، یعنی تا 2 سال 3 سال بعدش هم دوباره بتونه دکترا بخونه. چه بهتر دیگه نمیتونه دکترا بخونه دیگه. الان شما گوش نمیکنین؟ چرا گوش میکردم، گفتم شاید سال بعد قانون عوض بشه، یه شانسی بدن. تا سال میخوای علی رو سرباز بعد کنی؟ سربازی اگه دیگه بره و اینا بعد دیگه مثلا ما چاکر آقای دکتر بیرانوند هم هستیم و برن دکتراشونو بخونن. اما به حال از داستان شیرینی دادن که بگذریم و بهترین نسل تاریخ و اینم که داستان نظام وظیفه به نظر شما شاگرد شما اون قراردادش با پرسپولیس هم که بماند، اینم که نظام وظیفه به نظر شما دیگه چی رو باید پر کنه؟ کدوم حاشیه بعدی؟ علی پسر خودمون آماده کنیم. علی پسر خوبیه ولی اونجوری که ان شاءالله برای سال بعد خودمون ورود کنیم برای کف پاش اقدام کنیم یه چند سالی بعد صافش کنین آقا اگه بخواین اقدام کنین. نه اصلا علی بیش از حد ساده است در گفتار، سیاست کیاست نداره و برای این براش حاشیه درست میشه ولی گلر ملی مونه و بقیه هم قابل احترام، علی هم قابل احترام، اما مراقبت بیشتری میخواد دیگه، یعنی در گفتار و کردار. اول از همه خودش بعد آقا از خودش دیگه. حالا ما بعضی وقتا به صورت شوخی به حال اجزا پسر بسیار دوست داشتنیه. مسئولین هم گفتن اصلا پیگیر این مطلب عرض کردم در ابتدا چرا برای ما مهمه، چون علیرضا بیرانوند اصلی ملیمون هست در سال منتهی به جام جهانی و برای ما
مهمه که تمرکزش روی کارش باشه، بره اونجا دغدغه نداشته باشه. همین موضوع شاید تا ذهنش رو برج 6 سال آینده آزاده دیگه، بعد از جام جهانی ذهنش رو تمرکزش رو از بین ببره و بگیره. ان شاء الله و برج 6 اینکه خودم میرم دنبالش میبرم. با اون تجربه و با اون سن و سال به حال دیگه امیدواریم در فیزیکش نسبت به سن و سالش خیلی سر و حال من نه فکر عرضم کنم. این بود که ایشالله با این تجربه و سن و سال تو جام جهانی کار عجیب و غریب بکنن که همه ملی پوشان رو معاف کنن. ان به جای اینکه بهشون حواله خودرو بدن، بله. بگن آقا شما مثلا رفتی تو 8 تا، رفتی تو 4 تا، مردم هم از خداشونه که توی یک 4 تا. کاری بله دیگه تو 4 تا همون تو حواله 8 تا. رو بدم. حالا 4 تا که دیگه اگه رفتن 4 تا حواله رو زدن. بدن. 4 تا اصلا انقدر فشار رو تیم ملی میاد که 16 تا دو مرحله مثلا 16 میگن تا. صعود کردید. بله 16 تا برن آقا خدای معافشون کنن. چون ما ببینید شانس قهرمانی ما میگیم بهترین بله، نسل شانس تاریخ. قهرمانی جهان که نداریم. شما هم بگید آقا بله آقا که ما بهترین با نسل تمام تاریخ احترام بگید آقا بهترین نسل تاریخ. به هر بگید نسلی 16 در هر دهه‌ای در دوره خودش بهترین بوده و یه مثالی هست میگن هیچکی نمیگه ماست من ترشه. هر دهه‌ای سعی میکنه خودشو بهترین. بذاریم قضاوت مردم انجام بدن. اتفاق خوبی است قضاوت با مردم. استقلال 2-0 موفق شد برنده باشه. 2-0 بازیکنی که شما برنده هر شد. هفته دارید در موردش صحبت بله. میکنید اونم به خوبی اومد و گره کور رو باز کرد. الان بهترین بازیکنش موتورش روشن بله شد. هم آسانی هم منیر حدادی. یعنی این دوتا بازیکن خرید بسیار خوبی بوده. حالا با تمام حواشی و اتفاقاتی که شاید مثلا میشد ارزون تر بگیری که من با مدیریت باشگاه یه جلسه گذاشتم صحبت کردم در مورد این موضوع که اصلا چجوری به این شکل یه دفعه گرون شد که نحوه ارسال نامه برای خرید آسانی یه مقدار آماتور بوده تو نوشتار و گفتار، ولی خب در آخر رئیس محترم هیئت مدیره ورود میکنه در زمانی که لازم چی بوده و مشکلش؟ مشکل این بوده که اولا در نرخ چانه زنی وجود نداره. یه باشگاه میگه من آقای مهدی توتونچی رو به این مبلغ انتقال میدم. شما وقتی میری تو چانه زنی عدد رو بیشتر میکنن، دوباره بیشتر میکنن. کی بیشتر میکنه؟ در زمان باشگاهی که میخواسته بفروشتش، در زمانی که همون لحظه باید خرید کنید، ماهی رو همون لحظه باید از آب بگیرید، چون اون موقع نرخش ارزون تر بوده. حالا اون دیگه الان وقتش نیست روش زیاد بررسی کنیم، اما چیزی که من و شما میگفتیم آسانی و منیر حدادی میتونن عصای دست باشن تا الان خوب بودن. آسانی انقدی پس خریدش آسان نبود. بله، سخت ولی بود. هر میارزید. بار که میگفتن اضافه میکردن. بله میارزید. پس نشون میده بازیکن گرونی بوده که اون باشگاه این قیمت رو روش گذاشته. الان عصای دست استقلال شدن آسانی و منیر حدادی، ولی خب جمپو یه مصونیت هم فکر می‌کنم کشیدگی پیدا کرد و من در مورد آذان هم اعتقاد دارم. آذان یه من فکر می‌کنم نازون منظورت؟ نازون ببخشید یه مشکل روحی داره، یعنی هنوز به لحاظ روحی روانی با تیم استقلال به اون فرمه نرسیده. الان به لحاظ بدنی بگیم ذهنی آقای دکتر الان پیام میده ها. آره من رفتم خونه فکر کردم روی این موضوع. ذهنی چون میخوره به یه قسمت دیگه از من. آقا دکتر با تمام احترامی که به شما دارم، من ساعت سوادم چون انقدر میگم روحی روانی. نه خب تو فوتبال عرف همینه دیگه. من روحی روانی به هم میگن، ذهنی و روانشناختی نمیگن. ذهنی و روانشناختی دانشگاهیه. کارشناسیشه. آره دیگه من اگه وقتی روحی روانی به هم بریزم روز خوبی ندارم، ولی من ذهنی به هم بریزم برم نه. با تمام احترام ما یه مقدار عامیانه و عوام صحبت میکنیم و خدمتتون عرض کنم این خیلی شیکه برای به هم ریختن. خدمتتون عرض کنم ذهنی و روانشناختی مهاجمی که میره گفتم بازم مهاجمی که میره برای تیم ملیش هتریک میکنه پشت سرم گل میزنه، اینجا یه چیزی اتفاق افتاده. جور در نمیاد. آره باید اون جغرافیای راحت تره. نه باید بازیکنای بزرگتر تیم و سرمربی به احوالات این بازیکن برسن و شاید خوب دیده نمیشه. میدونید که بازیکن بزرگ توقع احترام داره. بازیکن از تیم ملی کشورش اومده. فکر میکنم باید روحی روانی دریابنش، یعنی یه مقدار بهش برسن، بهش انرژی مثبت بدن. این مهاجمم بسیار مهاجم خوبیه. ما با یه تعداد مربی صحبت کردیم و به یه نتیجه رسیدیم، یا اینکه مثلا در اخبار میشنویم یه چیزی باب شده که من اصلا اینو دوست ندارم. نه من، خیلی از مربی لیگ برتر اینو نمیپسندن. فوتبالی‌ها نمیپسندن که یه نفر اگه مؤدب با وقار و جنتلمن تو ادبیات، تو گفتار، تو کردار مثل وحید هاشمیان باشه، در موردش برگردن بگن چون شلوغ نمیکنه تو لیگ ما شاید به اون کیفیت نرسیده. مثلا یحیی گل محمدی مگه شلوغ، یا فرهاد مجیدی اون سالی که قهرمان شد با استقلال
مگه شلوغ چرا می‌کرد؟ حتما باید سرمربی حالا من یه معذرت قرمزی می‌خوام. آبی مثال زدم آره که چرا حتما باید سرمربی شلوغ کار شلوغ باشه؟ کنه. اصلا شلوغ کردن یعنی چی؟ یه پوان منفیه. مربی میگن سرمربی لب خط نیست. این اصطلاحی که این در تایید فرمایش شما باب شده، مثلا میخوان سرمربی انتخاب کنن، نگاه میکنم آقا سرمربی لب خط نیست. چرا؟ چون به قول شما شلوغ نمیکنه. آقا اصلا یه معترض سری نیست. مربی لب خط جنب و جوش دارن مثل من. یه سری مربی مثل یحیی آرومن لب خط. یه سری مربی هستن که اصلا تکون نمیخوردن از جاشون جام می آوردن. علیقا پروین میشینن یه سری. علیقا پروین تمام ادوار مربیگریش اصلا نیومد لب خط و همیشه نشسته بود. منصور خان مرحوم منصور خان پوریدری، یه سری مربی هم مثل ناصر خان کاملا تیمشو کوچ میکرد لب خط، و یا امیرخان قلعه‌نویی که لب خط بود. یه سری مربی‌ها هستن مثل وحید هاشمیان سر صدا ندارن. اصلا استایل و فلسفه مربیگری برای هر کسی برای خودشه. الان شما نگاه کنید 90 دقیقه گواردیولا لب خط با دیگو سیمون از بازیکن‌ها بیشتر تحرک دارن. کارلو آنجلوتی هم خوش. بله گاتوسو، یورگن گاتوزو که اصلا تو آمادگی درگیری فیزیکی هم داره با هم. یعنی منتظره. بله اصلا اینا دلیل نمیشه. حالا یه سری هم مثل کارلو آنجلوتی کاملا نشستن و چه ایستادن. پس نتایج پرسپولیس اصلا ربطی به متانت و جنتلمن بودن و اصلا آرامش ربطی نداره به اینکه وحید، حالا آقا این استایل آقای وحید هاشمیان اینه، سبکشه. استایل فوتبال مربیگری آلمانی داره، استایل پوششش البسش دقیقاً یه مربی آلمانیه. اینکه شب مسابقه بهش اطلاع میدن که فردا هر نتیجه‌ای بگیری ممکنه بری. خیلی به نظر من متانت به خرج داده، خیلی تمکین کرده و حالا چرا باید بره؟ الان تیمش اومده 2 جدول. سوالایی که ما مطرح میکنیم هوادار باید دنبال جوابش بگرده. من الان نمیدونم، شما به من بگو تصمیم باشگاه پرسپولیس آخرین تصمیم چیه؟ آیا اسمار میشه سرمربی؟ ما هم نمیدونیم، خود آقا وحید هم نمیدونه، خود اسمار عرض کردم گفتم آیا یه با اسمار داخلی بستن؟ والا یه پیش قراردادی، پیش نویسی فقط خود اسمار میدونه و خداش که فرستادن اینجوری که ما شنیدیم. خب اگر امضا کرده باشه آقای توتون چی فرستادن باید امضا داشته باشه. ارزم همینه دیگه. وقتی شما چه با ایمیل بزنی چه با فکس بزنی امضا و مهر باشگاه داشته میگن باشه. شرط ها و دستیاراش هم حتی گفته مشخص کرده. عددی هم که من شنیدم 1 و 4 تا پایان خیلی جلو سال. رفتن. خب ارزم همینه دیگه. اینا شنیده هاست ولی رسمی جای اعلام نشده. ببینید ما اینجا فقط کارشناسی میکنیم آقای توتونچی. اینکه باشگاه پرسپولیس هیئت مدیره و اعضایی که تصمیم گیر نهایی هستند الان باید ببینیم چی میخوان، چه فلسفه‌ای دارن برای حذف وحید هاشمیان یا برای نگه داشتنش. آیا به وحید هاشمیان به این نقطه رسیدن که آقا وحید نمیتونه تو ادامه کمکشون کنه؟ آیا میتونه کمکشون کنه؟ اون تصمیم گیری های کلان اونا انجام میدن. الان تغییر روی نیمکت به نفع یا ضرر؟ ببینید الان تغییر روی نیمکت، الان امروز با شما بخوایم صحبت کنیم باز مربی جدید میخواد بیاد چند هفته شانس بگیره تا بتونه به اون فرم ایدئال برسونه. اگر اسمار بیاد خب ترکیب کادر فنیش کمتر دست میخوره. اما اینکه امروز که داریم با هم صحبت میکنیم 2 هفته قبل بود شاید من و شما میگفتیم وحید به اون فرم ایدئال نرسید. الان 2 جدوله، فردا ما نتایج رو نمیدونیم. نه منظور اختلاف 2 امتیازی تا جدوله ولی 4م جدوله. منظور 2 امتیازه. آقا فردا چه نتایجی به دست میاد؟ جدول گفتم بهتون تا هفته 12 اتفاقاتش همینجور با فاصله یه تیم 1 برد 1 مساوی به صدر میرسه، یه تیم با 2 برد میره صدر جدول و نگاه میکنید میبینید الان آیا پرسپولیس به اون فرم ایدئالش امروز رسید؟ دقیقاً این برده هزینه به نظر شما رسید؟ برده امروز تنها روزی بود که داخل خونه به اون فرم ایدئال رسیده؟ به لحاظ فنی تیم وحید خوب فوتبال بازی میکنه، گل نمیتونست بزنه. وحید بد بازی نمیکرد، خوب بازی میکرد. امروز همه بازیکناشو داشته. من و شما نظراتمون رو میگیم، مردم رو نظرات ما و نظرات بقیه کامنت میذارن و سیاست. آقا با این اتفاقات که الان افتاده دیگه طرفین میتونن با هم کار کنن؟ اصلا فوتبال انقدر سخت نیست آقای توتونچی، انقدر سخت نیست. مثلا شما چند دقیقه پیش گفتید خیلی نجابت به خرج داده. خب اشتباهه، مهربونی اومدن گفتن اینجوری. آقا من استقلالم همین مسیر رو رفته، یعنی با کاریله پیشنویس قرارداد امضا شد و بعدش آقای ساپینتو اومد. انگار که
ما وقتی اتفاقی تو کشورمون میفته نمیخوایم ازش درس بگیریم، عبرت بگیریم، همین مسیر رو داریم میریم. الان سرمربی الان با این بردم هزینه برکناری آقای هاشمیان به مراتب بیشتر میشه دیگه. نه دیگه، اصلا بحث هزینه‌اش آقای توتون چی متفاوته، چه میبرد چه میباخت. شما بخوای عثمان حالا شما یه وقت میبازی، نه اصلا میخواست میگه بذار نگیرم، ولی وقتی میبری نه. الان وحید یه مربی حرفه‌ایه. شما وقتی یه مربی رو میخوای ورداری تا هفته بعد کارت صادر شه برای سرمربی جدید، تکمیلا ریسکشو باشگاه داره قبول میکنه و باید پولشو بدن. و اگرم نه وحید هاشمیان خودش میخواد بره، تا اون روزی که زحمت کشیده حقوقشو میگیره. این تفاوت استعفا و به نوعی اخراج دیگه. و شما وقتی از وحید گذر میکنی، حالا دلایلتون برای گذر از وحید باید من تو مثال زدم در مورد رفتاره دارم میگم. ببینید این رفتار درستی نیستش. با اون گاریله ها یا کاریله هم رفتار درستی نه. شما پیش‌نویس رو دادی، قرارداد امضا که بعد یکی دیگه رو بهش آوردی، تاوانم باید بدی. الان این رفتاره، الان سرمربی داره تیم، شما هم چوبو میخوری، هم پولو میدی، هم اتفاقات بعدی رو. به نظر من رفتار نسبت به وحید هاشمیان اگر باهاش جلسه گذاشته باشن که آقا وحید ما با هر نتیجه از بازی بعد از بازی ذوبان از شما عبور میکنیم، اینو نمیتونیم بگیم آماتورگونه. اما اگر جلسه نذاشته باشن و فقط در فضای مجازی و مطبوعات و رسانه ها عنوان کردن تا میگن شما یه چیزی رو باید بگید ببینی فیدبک کار چیه، تا ببینم فیدبک کار چیه، کار 100% آماتوریه. اما اگر با وحید صحبت کردن بحثش متفاوته. یعنی آقای هاشمیان فهمیده که باشگاه ایشونو نمیخواد. ببینید آقای توتون چی، شاید باشگاه با وحید هاشمیان صحبت کرده که آقا بعد از بازی ذوبان ما از شما عبور میکنیم. چون رسما مدیر باشگاه گفته که ما با برانکو و اسمار صحبت کردیم. خب پس حتما با آقا وحید، تو چشای آقای وحید هاشمیان نگاه کردن، گفتن آقا شما سرمربی، ولی ما رفتیم مذاکره کردیم. خب پس بهش پالسایی رو دادن که ما داریم از شما رد میشیم و وحید هم قطعا شاید خودش آماده کرده. حالا یه عده مربی هستن که خیلی سخت قبول میکنن، یه عده مربی هستن حالا مثل وحید که چند شب پیشم مهمان برنامه مشابه شما بود. الان سوال قبلیمو بپرسم دوباره، به نظر شما با تغییر مربی پرسپولیس درست میشه؟ که دیگه شما چون اسمار رو عملکردش دیدین دیگه، چطور بوده؟ اسمار تیمشو صدر جدول تحویل گرفت، ادامه داد، قهرمان کرد. البته 6 هفته آخر خیلی زحمت کشید. همه بازیکن‌ها در فوتبال خوبی ارائه میداد. فوتبال بله فوتبال خوبی، همین فوتبال وحید هاشمیان امروز رو با توجه به اینکه کنار یه سرمربی مثل یحیی بود، ادامه یحیی رو اسمار رفت. درسته؟ از اون موقع استقلال نکونام صد نشین بود، پرسپولیس صد نشین نبود. بله که اومد اسمار. بله نتایجش قابل دفاع است. اسمار در فوتبال ما سبک بازیش هم بالا بود دیگه، هجومی اونجوری که فوتبال برزیلی استقلال و پرسپولیس هوادارشون دوست دارن. فوتبال برزیلی بازی میکرد. ما خیلی در بطن فضای هواداری پرسپولیس و باشگاه نیستیم. اما اگر باشگاه مدیر عامل اعلام کرده که ما با آقای برانکو و آقای اسمار صحبت کردیم، پس آب پاکی رو دست وحید ریخته. وقتی قرارداد امضا بشه دیگه در حکم قرارداد رسمیه دیگه. یعنی شما طبق قانون جدید فیفا کافیه طرف امضا رو سرور رو بفرستی تمومه دیگه، اون امضا رو زده تمومه. و حتی همین اول بپرسم چرا از اول 3-5-2 بازی نمی‌کرد؟ اصلا از اول آقا وحید 2 فوروارده بازی نکرد. من یه بار حتی خودم به آقا کریم زنگ زدم، گفتم آقا کریم فکر میکنم ابزار تیم شما با داشتن علیپور، بیفوما و بقیه بازیکن‌ها این قابلیت رو دارید که شما 4 نفر با 2 فوروارد، 3 نفر عقب باز با 2 فوروارد، یعنی تیمای بزرگ وقتی با تیمای 4 جدول 5 جدول به پایین بازی میکنن، اون تیم‌ها با تدارک کامل میان جلو این تیم‌ها. سالی 2 بار بازیشون پخش میشه. جلو استقلال پرسپولیس رفت و برگشت 4 بار، تمام وجودشون رو میذارن. و وقتی شما میخوای این خط دفاعی رو بشکنی، باید با 2 مهاجم بازی کنی که 2 تا بازیکن دفاع در تیم روبرویی رو با چالش مواجه کنی. حتی اگر تیم حریف 3 دفاع داشته باشه، باز با 2 مهاجم شما میتونی با چالش اینا رو روبرو کنی و کلا تیم غالب باشه. امروز با سیستم 3-5-2 بازی کرد، رأس عقبش 1 نفر بود و من فکر میکنم خیلی موفق بود تو نحوه بازی و نتیجه بازی. 2 گلچه دقیقه
آخر گل دوم زده بشه چه دقیقه اول زده بشه 2 گل، نشون میده عملکرد خط حمله خوب بوده و علیپور بیشتر تو موقعیت قرار میگرفت. ولی شما وقتی با یه مهاجم بازی میکنی در تیم بزرگ، دفاعهای حریف شما رو به چالش میکشونن. طبیعتا اون خط دفاع به جای 4 نفر وینگاش هم و گوشه چپ و راستش هم میاره داخلتر میشن، 6 با 4 جلو به سختی دفاع میکنن که بهتون با اون دوتایی که اومدن عقب کمک کنن ضد حمله بزنن. ولی وقتی شما با 2 مهاجم بازی میکنی، علل خصوص اگر پشت این مهاجما یه لوزی یا یه هافک دفاعی ثابت، 3 هافک بالا، تیم دیگه نمیتونه خودشو بیاد بالا پیدا کنه. وقتی به گل اول رسید تیمشو 20 متر برد عقب وحید هاشمیان، پشت سر هم قابلیت این داشت که چون قاسم حدادی فرد که تیمش هم خیلی خوب نیمه دوم بازی کرد، دیگه دست به ریسک میزد، به کار انتحاری دست میزد روی 1-0 و دیدید که سریع و سر به گل دوم رسید. اگه میخواست بهتر دفاع بکنه و دفاع ضد حمله بزنه میتونست به گل بیشتری برسه. این شکل واقعی فوتبال ماست، ما نمیتونیم اصلا از استایل فوتبالمون عقب نشینی کنیم و تیم وحید امروز فنی خیلی خوب بود. ای کاش از هفته اول 2 مهاجمه بازی میکرد. چرا میدونیم مثلا این 3 امتیازا رو اصلا میخوان چرا آقای توتونچی هوادار و باشگاه رو با امتیاز تنبیه میکنید؟ شما اصلا 10 تا آپشن دارید، یه وقتی به اینا بدید تو لیگ حرفه‌ای خودمون. اگر این وقت نتونستن انجام بدن، برای فدراسیون درآمدزایی کنید، یه تنبیه بسیار قوی در نظر مثل 100 میلیارد تومان تنبیهشون کنید. اب نداره 50 میلیارد تنبیه کنید بر حسب موقعیت جدول، صدر جدول تا 16 جدول. صحبت از 50 میلیارد 50 میلیارد باشگاه به تکاپو میفته. نرین 3 امتیاز از شمس آذر هوادارشو و تیمشو با امتیاز تنبیه کنید. الان شمس آذر منصوریان مثال زدن نه من مثال 50 گفتم میلیارد. من منظورم اگه استقلال یه پرسپولیس چیزی که ضمانت اجرایی داشته باشه و بازدارندگی داشته باشه، چون یا اینکه امتیاز رو از تو دهن شیر میکشن. اینجوری نیست یا اینکه آقا یا اینکه نتونستن الان انجام بدن. شمس آذر 5 مساوی متوالی 2 تا باخت اولین برد. تنبیهشون کنید اونایی که نمیتونن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری قوانین FC رو رعایت کنن، تنبیهشون کنید به یه استادیوم دور برن اونجا بازی کنن. اسمش تبعیده ها، تنبیه اصلا ابی نداره. باید یاد بگیرن که باید یاد بگیرن قوانین رو رعایت کنن، ولی هوادارشون رو تنبیه نکنید با 3 امتیاز. الان پیروز، خلیفه، وحید رضایی یعنی شمس آذر، استقلال خوزستان و فجر سپاسی برگردونید 3 امتیازشون رو. اصلا الان پس اگر استان فارس برای بازی گلگهر و فجر سپاسی استادیوم کامل نشسته بود، چجوری دارید امکانات انقدر خوب داره که دربی رو اونجا برگزار میکنید؟ و من خواهش میکنم از فوتبال کشورمون، از رئیس محترم فدراسیون فوتبال، دوست خیلی خوبم سید امیرعلوی، آقای نبی و دوستان دیگه، 3 امتیاز این 3 تا تیمو برگردونید. یه تصمیم بگیرن و نقطهشو بزنن. یه زمزمه‌های البته من شنیدم که قرار بوده این اتفاق بیفته و برگرده، ولی هر چی زودتر تصمیم گیری بشه. آقای توتونچی کم لطفیه با منفی 3 شروع کنن. اگر در داوری در یک سری قوانین فرپلی و سلامتی فوتبال دچار آسیب شدن، 6 تا 7 تا 9 تا 10 تا کم کنید. این که دیگه تیمایی که با سیستم دولتی هزینه میشن دیگه انقدر امکانات ندارن. الان شمس آذر استادیومش که آقای توتونچی مال خودش نیست که در اجارهشه، 15000 نفری. بله در اجارهشه. استقلال خوزستان در اجاره است. فجر سپاسی بعد از سالها اومده با منفی 3 شروع کردن، به نظرم کار بزرگی کردن تا اینجا. اگه به وحید 3 امتیاز بدم، به استقلال خوزستان و فجر سپاسی، من میگم هفته بعد من و شما عمری داشته باشیم اینجا نشسته باشیم، لیگ خوشگل‌تری می‌بینیم. حق واقعا حقشون هست که 3 امتیازشون برگرده. حالا ما نمیدونیم آقای تاج و مجموعه و چه جوری نگاه میکنن، اما آقای تاج عزیز این 3 امتیازها رو به این بنده خدا برگردون، لیگو به یه توازنی برسون.